سلام به دوستای خوبم، به فالوورای خوبم. امروز تصمیم گرفتم که بیام بالاخره در مورد بیزنسی که من دارم انجام میدم برای شما صحبت کنم. چند وقت پیش من یه مشکلی برام پیش اومد که چند ماهی نتونستم اصلا سر کار برم و واقعا همیشه تو فکرش بودم که یه کاری رو پیدا کنم که بتونم از خونه انجام بدم و حداقل زمانایی که این مشکل، امید به خدا که دیگه بر نگرده، اگر برام پیش اومد زمانی رو داشته باشم که توی خونه بتونم این کار رو انجام بدم و کار آنلاین باشه. چون کووید به ما ثابت کرد که واقعا اگر که کار آنلاینی نداشته باشیم برای ما مشکلاتی پیش میاد که سر کارامون بسته میشه، تعدیل نیرو خواهیم داشت و این کار آنلاین بیزنسی رو شروع کردم و چون واقعا قانونیه و تکسبل، همه چیزش واسه من اوکی بود، تصمیم گرفتم این کار رو ادامه بدم.